سلام، روز بخیر. به کانال یوتیوب ایزد اسکول خیلی خوش اومدید. ما قراره تو این دوره آموزش پایتون رو براتون داشته باشیم، آموزش کار با زبان برنامه‌نویسی پایتون. که پایتون یک زبان سطح بالا و تفسیریه. سینتکس های بسیار راحتی داره، یعنی شما اگه زبان انگلیسیتون خیلی خوب باشه یا حداقل خوب باشه متوجه بشین، میتونین خیلی راحت با سینتکساش ارتباط بگیرین، چون سینتکساش بسیار راحته و در خیلی جاها استفاده میشه، مثل وب، مثل موبایل، مثل حتی بازی سازی، حتی اپلیکیشن های دسکتاپ، ماشین لرنینگ یا بحث دیتا ساینس از پایتون استفاده میکنن و این روزا هم تو جهان خیلی محبوبه، خیلی پرطرفداره. یکی از برترین زبان‌های یکی از پرطرفدارترین زبان‌های داخل سایت گیت هاب و به طور کلی زبانیه که خیلی ساده است. یادگیریش هم برای مراحل اول برنامه‌نویسی، برای کسایی که حالا خیلی برنامه‌نویسی رو بلد نیستن یا میخوان از صفر شروع کنن، یادگیری پایتون خیلی ساده است چون سینتکساش بسیار راحته. الان به طور مثال همین کدی که اینجا نوشته پرینت هلو ورد، پرینت یعنی چاپ کردن دیگه، پس این دستور چاپ میکنه، این هلو ورد رو برامون چاپ میکنه، نمایش میده و خیلی راحته. حتی مثل زبانهای دیگه که سیمیکالون میخوان یا سینتکس خیلی پیچیده و عجیب غریبی دارن، مثل سی، مثل سی پلاس پلاس، این حتی سیمیکالونش هم برداشتن که برنامه‌نویسا بتونن راحت باهاش کار کنن. و به طور کلی زبان خیلی راحت، خیلی ساده، مخصوصا برای کسایی که میخوان برنامه‌نویسی شروع کنن عالیه. بدیهای خاص خودش هم داره. میتونیم به این بحث اشاره کنیم که چون کامپایل نمیشه و زبان تفسیریه، کمی سرعتش از زبانهای سی و سی پلاس پلاس و حالا زبانهایی که کامپایل میشن پایین تره، ولی خب از اون ور سادگی راحتی رو به هر برنامه نویسی میده. بدون معطلی بریم سراغ این که پایتون رو نصب کنیم. اول ببینیم چگونه باید پایتون رو نصب کنیم. خب در مرحله اول برای نصبش در گوگل سرچ کنیم پایتون. این صفحه ای که میاد روی گزینه دانلود لاستست ورژن، روی این کلیک میکنیم و اینو دانلود میکنیم. همین گزینه دانلود پایتون اینستال منیجر. من حالا قبلا دانلودش کردم، از اینجا براتون باز میکنم ببینم. بله اینه. وقتی که اجراش کنید همچین صفحه میاد، روی اینستال پایتون کلیک میکنید. اینجا ازتون میپرسه که میخواین داخل دایرکتوری پفتون ارسال بشه، شما باید وای رو بزنید و اینتر رو بزنید. اینو حتما گزینه یس رو بزنید که روی CMD تون همیشه تو هر جایی که باشین اجرا بشه و مشکلی نخوری. دوباره میگه اینستا سی پایتون، شما وای رو بزنید و اینتر رو بزنید، حساب میکنید تا نصب بشه. این گزینه آخر ویو آنلاین هلپ رو میتونید روی N بزنید و کلیک کنید. و همین سادگی پایتون ما نصب شد. برای اینکه مطمئن بشین که پایتون نصب شده، داخل سرچ ویندوز CMD رو بنویسین، از اینجا کامند پراف رو باز کنین، بنویسین پایتون داش داش ورژن. اگه همچین پیغامی به شما داد، پایتون مثلا 3.14 یا هر 3.13 یا 15 یا هر چیز دیگه ای، اگه همچین پیغامی به شما داد و ورژن بهتون نمایش داده شد، یعنی نصبتون انجام شده.
اگه نوشت که پایتون not recognized یا همچین چیزی و ارور داد، بدونیم که نصب نشده، باید ببینیم که حالا مشکل از کجا بود. در مرحله بعدی ما باید یه کامپایلر، یا بهتره بگم چون حالا کامپایل نمیشه پایتون، یه جایی یه برنامه رو نصب کنیم که بتونیم داخل اون کدنویسی پایتونمون رو انجام بدیم، که برنامه‌ای که خیلی محبوبه و خیلی هم ازش استفاده میشه، سبک و راحته، VS کد هست، ویژوال استودیو کد. رایگان هم هست و وقتی که حالا برای نصبش هم داخل گوگل VS کد رو می‌نویسیم، از اینجا گزینه دانلود رو انتخاب میکنیم، اینجا روی ویندوز میزنید. حالا اگه لینوکس دارید که از این فایل های لینوکس، اگه مک دارید از مک، من که ویندوز دارم گزینه ویندوز رو دانلود میکنم و اینجا این بخش، حالا من قبلا دانلودش کردم، VS Code. خب این فایل براتون باز میشه، اینجا با قوانینش اکسپت میکنین. اگه خواستین جای دیگه این از چه به جز درایو سی انتخاب میکنید و یکی دسکتاپ آیکون هم میزنید. بقیه گزینه هاش هم فعلا کاری نداریم. این هم حتما اتفاق رو بزنید چون ممکنه بعدا تو ترمینال به مشکل بخوره. صبر میکنیم تا نصب بشه. وقتی نصب شد گزینه فینیش رو بزنید و VS Code اجرا میشه. بعد از اینکه VS Code نصب شد، برای اینکه بتونیم با پایتون کار کنیم دو تا چیز نیاز داریم. نه، یه چیز، فقط خود افزونه پایتون. اینجا داخل بخش اکستنشن ها سرچ میکنیم پایتون، این پایتونی که از مایکروسافت هست رو اینستال میکنیم. حالا من چون قبلا اینستال کردم گزینه اینستال میاد برام، ولی شما روی اینستال بزنین که نصب بشه. وقتی که نصب بشه اینجوری کدی که وقتی کد میزنین شما خیلی راحت تر میتونید کد نویسی انجام بدین، چون خودش براتون پیشنهاد میاره، ساجست میاره که به مشکل نخورید. خب میخوایم اولین پروژه پایتونمون رو بنویسیم. من داخل همین دسکتاپ یه نیو فولدر میسازم، اسمش هم میزنم پایتون. میایم توی VS Code فایل، اینجا اوپن فولدر رو میزنیم و حالا فولدری که ساختیم رو انتخاب میکنیم. از سمت چپ شما محتویات فولدرتون رو میتونید ببینید، میتونید اینجا فایل جدید بسازین، میتونید فولدر جدید بسازین. ما اینجا نیو فایل رو کلیک میکنیم و یه اسمی براش میذاریم، حالا هر اسمی ما میذاریم مای فرست پروژکت. حتما دقت کنید که دات پی وای آخرش باشه که پسوندش همون پایتون بشه، به عنوان پایتون بتونه اجراش کنه. اینتر رو میزنید و شما اولین فایل پایتونتون رو ساختید. خب اولین دستوری که حالا همه جا یاد میدن و داخل هر زبونی برین یاد بگیرین اینه که یه چیزی بتونیم چاپ کنیم، نمایش بدیم. ما میخوایم همون دستور هلو ورد معروف رو چاپ کنیم و اول از همه می‌نویسیم پرینت. بعد از پرینت دوتا دبل کوتیشن و داخل دبل کوتیشن هر متنی که میخوایم رو میتونیم بنویسیم. ما می‌نویسیم هلو ورد. باید قبل از اون دبل کوتیشن ها داخل پرانتز هم بذاریم، پس میشه پرینت پرانتز باز بسته دبل کوتیشن
و hello کنترل اس رو میزنیم که ذخیره بشه. این میشه اولین دستوری که ما داخل پایتون نوشتیم. وقتی که از این بالا روی اجرا بزنیم ران کد، میبینیم که وقتی این فایل رو اجرا کرده، این مسیریه که ما ساختیم، اینم اسم فایلمونه، خروجی هم به ما hello world داده. حالا شما اینجا داخل این پرانتز و دبل کوتیشن هر چیز دیگه ای که بنویسین، مثلا سلام پایتون، وقتی اجراش کنین همونو مینویسه سلام پایتون. این اولین دستور ما بود که یاد گرفتیم با پایتون حالا یه فایل بسازیم، چگونه خود پایتون رو نصب کنیم و VS کد رو چجوری نصب کنیم. چیز دیگه ای که برای پایتون خیلی لازم ما یاد بگیریم این بخش CMD یا همون کامند پرامپت. شما داخل ویندوز وقتی که بنویسین CMD کامند پرامپت رو باز کنیم، یه همچین محیط میبینید که حالا محیط گرافیکی خاصی نداره، بیشتر متنیه و خیلی کارهای ویندوز با اینجا انجام میشه و پایتون هم خیلی وابسته است به CMD. پس ما باید کار با CMD رو یاد بگیریم. حالا کسایی که لینوکس کارن، ترمینال دارن که از ترمینال یاد میگیرن و اونا خیلی تو این زمینه حرفه‌ای تر از کسایی هستن که با ویندوز کار میکنن. ولی خب ما هم باید تا حدودی، حالا نه تا سطح پیشرفته مثل کسایی که با سیستم عامل لینوکس کار میکنن یاد بگیریم، ولی تا حدودی باید کار با CMD رو بلد باشیم. ما حالا اینجا میخوایم یه چند تا دستور CMD رو به شما یاد بدیم که بتونین ازش استفاده کنین و یه وقتی حالا تو بقیه آموزش وقتی خواستیم وارد محیط CMD بشیم دچار مشکل نشیم. اول از همه دستور اولی که ما یاد بگیریم CDه. شما وقتی CD رو خالی تایپ کنین و اینتر رو بزنین، مسیری که داخلش قرار داری رو بهتون میگه. الان میگه C users 26، حالا مسیریه که من داخلش قرار دارم. حالا شما بخواین وارد فایل دیگه بشین یا وارد دایرکتوری دیگه بشین، باید از دستور CD مثلا، حالا من اینجا نگاه کنم ببینم چه فایلایی دارم داخل من این فایل ها رو دارم، مثلا دسکتاپ. میزنین CD دسکتاپ، میبینین که بالا تا 26 رفته ولی پایین وارد پوشه دسکتاپ شد. یا اگه بخواین وارد مثلا دانلود بشین، درسته اینجا وارد حالا یه پوشه دیگه بذاریم. من یه پوشه دیگه رو انتخاب کنم، مثلا من اینجا یه دونه projects، مثلا وارد این پوشه میخوایم بشیم، F پوشه projects python learning. وقتی میخوایم وارد همچین پوشه بشیم شما میزنید CD و آدرس پوشتون رو میزنید، این گونه مستقیم وارد همین پوشه میشه. اگه بخوایم برگردین به عقب، یعنی یک پوشه به عقب برگردین، CD 2 نقطه رو بزنین برمیگرده. اگه بخواین 2 تا پوشه برگردین به عقب، CD 2 نقطه بکسلش 2 نقطه، این که برمیگرده به پوشه C. حالا ما میخوایم بریم داخل همون دسکتاپ. این وارد پوشه دسکتاپ شده. ما میخوایم فایلی که ساختیم و
اجرا کنیم. اسمش من کپی میکنم. و قبل از اینکه فایلمون رو بخوایم اجرا کنیم من یه چیز دیگه هم بهتون بگم. شما وقتی میخواین وارد محیط پایتون بشین، اینجا یه دستور پایتون که بنویسین پایتون اجرا میشه. وقتی میخواین خارج بشین اگزیت پرانتز باز و بسته برمیگرده به همون محیط cmd. حالا ما میخوام این پروژه این پوشه پایتون داخل دسکتاپ رو اجرا کنیم. اول باید بریم داخل پوشه پایتون، پس می‌نویسیم cd پایتون، وارد پایتون میشه. دستوری که میزنیم مینویسیم python my first project.py. این دستوری که بزنیم فایل ما اجرا میشه. این که سلام پایتون رو برمیگردونه که همون چیزیه که ما داخل این فایل پرینتش رو گرفتیم. ما پرینت سلام پایتون رو گرفتیم و الان تو cmd هم همون دستور رو به ما برگردون. فکر میکنم تا همینجا برای جلسه اول کافی باشه. ما جلسه دوم کمی جلوتر میریم و یکم مباحث تخصصی تر میشه. میخوایم دیگه کم کم وارد این بشیم که حالا یه پروژه کوچیکی در یه ماشین حساب ساده یا چیزی رو اجرا کنیم و دستورات شرط، دستورات حلقه، این چیزها رو روش یه مرور داشته باشیم. سینتکس کلی پایتون برای این جلسه کافیه. تا جلسه دیگر بدرود.